سلام، من هدیفیتم، مربی بدنسازی. امروز اومدم بهت بگم بهترین زمان تمرین چه ساعتیه. با من همراه باشید. حقیقت اینه که بدن ما ساعت بیولوژیک داره. صبحها متابولیسم رو سریعتر میکنه و برای چربی سوزی عالیه. بعد از ظهر قدرت و توان عضلات بالاتره و برای تمرینات قدرتی بهتره. شب استرس روز رو خالی میکنه، ولی حواست باشه خیلی نزدیک خواب نباشه که بیخوابی نگیری. پس نتیجه میگیریم بهترین ساعت همون ساعتیه که تو بتونی مداوم ادامه بدی. پس به جای ساعت طلایی عادت طلایی بساز.